به نام خداوند جان و خرد. رادیو مهر تقدیم می کند برنامه‌ای که در آن میشنوید صدای بارش باران بهار و احساس میکنید بوی نمی خاک را. کاشانه مهر. کاشانه مهر، جایی که در آن روح تازه می شود و زندگی با همین فراز و نشیبش جریان دارد. همراه ما باشید تا بروی زندگی لبخند بزنیم. کاشانه اتان پرمهر. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما همراهان گرامی رادیو مهر، پدر و مادران عزیز. امیدوارم سلامتی شما و فرزندان عزیز نور چشمانتان همیشه خوب باشد و خانواده و کاشانه اتان آباد. در برنامه روی سخن ما با شما پدر و مادران عزیز خواهد بود. چرا کودک باید در کنار پدر و مادرش احساس امنیت کند؟ چرا به کودک بفهمانیم که ما او را دوستش می داریم؟ تکیه کودک در برابر تهدیدها به کیست؟ آیا به والدین است یا به کسی دیگر؟ آیا لازم است که کودکمان بفهمد که ما حامی وی هستیم؟ چه لزومی دارد؟ یکی از اولین نیازهای کودکان داشتن حس امنیت و اطمینان است. یعنی که کودک نیاز دارد به والدینش، به پدر و مادرش باور داشته باشد که آنها او را دوست می دارند، از او حمایت می کنند، همیشه در کنارش هستند. در حقیقت، کودکان در اولین مرحله از زندگی خود به مسئله اعتماد در برابر بی‌اعتمادی روبرو هستند. یعنی به حرفی کی باور کنم و به حرفی کی باور نکنم. کدام رفتار درست است و کدام رفتار اشتباه است. در برابر تهدیدها کی از من حمایت می کند؟ آیا مادرم من را دوست می دارد یا نه؟ آیا پدرم مرا دوست می دارد؟ اگر دوستم دارد پس چرا به من سختگیری می کند؟ آنها از همان دوران نوزادی از رفتارهای والدین تأثیر می‌پذیرند و اگر در محیط پرتنش و پرجنجال و پر سر و صدا و عصبی قرار گیرند، احساس کمبود امنیت و بی‌اعتمادی پیدا می‌کنند و در نهایت احساس ناامنی در تمام زندگی برایشان پیش می‌آید. این مسئله در رابطه‌هایشان با دیگر آدم‌ها تأثیر خواهد گذاشت و نگاه کلی آنها را نسبت به زندگی منفی می‌کند. برای آنکه اعتماد کودک آسیب نبیند، از رفتارهای نظیر دروغ گفتن یا فریب دادن فرزندان بپرهیزید. تلاش کنید به او نشان دهید
که در برابر تهدیدهای محیط اطراف در کنارش هستید و هیچ چیز مانع محبت و عشق شما نسبت به او نمی شود. باید بفهمد و باور کند که شما همیشه در کنارش هستید و او را دوست می دارید. این گونه است که کودک ما خود را در خانواده در یک محیط امن و آسایش می بیند. نگاهش به زندگی و اطرافیانش یک نگاه مثبت و امیدوار کننده خواهد بود. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا برنامه دیگر، خدایار و نگهدار.